بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر خواهران عزیز، خیلی گفتیم دوام سوره بروج رو میگیریم از آیت 10 تا آیت 10. درس گذشته ما گفتیم و درباره قصه اصحاب اخدود هم گفته گذاشتیم، درباره پسر بچه‌ای که سبب هدایت یک دیار می شود و این چنین کشته شدن پادشاه با عذاب الله و آنهایی که به قتل مسلمان ها دست داشتن. دوام آیت را میگیریم که الله در سوره بروج آیت 10 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبیر. الله میگوید آنهایی که مؤمنان را در دینشان فتنه کردند، یعنی آنهایی که مؤمنان را به خاطر از دینشان برگشتن، اذیت دادن، عذاب دادن، شکنجه کردن، چی آنها مؤمن باشند چی مؤمنه، یعنی هر کسی که به خاطر دینش یک زن مسلمان یا یک مرد مسلمان را می آزارد و مقصد از آن آزار دادنش این است که این نفر از دین خود برگردد، الله میگوید و بعد از این کارش توبه نکند و با همین گناهش بمیرد، لهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق. اینها را عذاب جهنم انتظار است و عذاب جهنم کفایه نیست، در دنیا هم برایشان عذاب سوزان است. بعضی علما میگن این آیت برای همان آنهایی هست که اصحاب اخدود بودند و آن مسلمان ها را عذاب دادند و پروردگار هم در دنیا آنها را بسوزانید هم در آخرت. اما قول راجحش این است که این عمومی هست، چون در پایان پروردگار درباره تمام مسلمان ها گام میزند. در بالا الله وعده میدهد و تهدید میکند که هی ای ظالم، هر کی نباشی و مقام و منصب تو کی نباشد هم چی نباشد هم، وقتی مسلمان مرد را و یا مسلمان زن را به خاطر دینش عذاب میدهی، آزارش میدهی، شکنجش میکنی و او را مجبور میکنی که از دینت برگرد، یقین بدان در دنیا هم بالای تو عذاب است و در آخرت هم. و سبحان الله، این زمانی که من و شما زندگی داریم، از جایی که من میدانم اکثریتی خواهرهایی که در درس‌های اسلامی اشتراک میکنند با نام‌های پنهانی و این چونین با 1001 ترس و هراس که مبادا ما را بگیرند و یا جریمه نبندند یا یکی از نزدیکان ما یا خودمان را زندان نکنند. ندیده ایم سالهای آخر که یک زن مسلمان در دینش آزاد باشد، یک مرد مسلمان در دینش آزاد باشد، در کشوری که میگوید ما همه مردم مسلمان هستیم و آنهایی که شریک هستند در شکنجه دادن زنهای حجاب دار، آنهایی که در تهدید کردن خواهران درسخوان و برادران طالب علم شریک هستند، این تهدید الله و وعید الله برایشان است که پروردگار میگد لهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق. برای شما هم عذاب جهنم است، هم در دنیا عذاب سوزان است که پروردگار یکی الان بالای شما صبر دارد، اما این وعدهش هست در همین دنیا با ابتلای، با بلای، چی بالای فرزند باشد، چی بالای خانواده یا به خودی سلامتی خودتان باشد. میبینید خواهران عزیز، من به نزدیکی بود با مادر صحبت داشتم که خیلی از درد و از حسرت خود میگفت، ولی یقین کردم که چیزی او میگوید فقط بلا است بالای شوهرش. میگوید شوهری من یکی از همان کارگرهای بالا بود و شما میدونید که الان خیلی مسلمان شکاری زیاد است. یکی بخبر ناخودآگاه به زمین افتید و ستون مهره شکست و میگوید الان محتاج است، محتاج کمک فرزند است، محتاج دستگیری هست و آیا برایش توبه هست؟ یعنی با همین معنا بود.
با خود گفتم شاید چندین برادری ریشدار رو ریشش رو تراشیده باشد، چندین خانواده طالب الایمان رو تهدید کرده باشد، چندین خواهر سطردار رو تهدید کرده باشد که پروردگار عاجلا شاید تا که توبه کند برایش عذابش را داد. بگذار آنهایی که از پی اذیت دادن و تهدید کردن اهل اسلام هستند به خاطر حجاب یا دین ببخشید یا ریش یا علم یا قرآن خواندن بدانند که این وعده الله است، در دنیا هم جزا دارند در آخرت هم. و در دوامش الله میگوید ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبیر. اما آنهایی که به الله ایمان دارند و برابر ایمانشان از پی عملهای صالح هستند، فقط با ایمان دارم و مسلمان هستم کافی نیست، نه پیوسته به عملهای ثواب مشغول هستند، چه نماز و چه روزه و چه صدقه و چه دستگیری کردن دیگر مسلمان ها. الله میگوید لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای آنها بوستان های هست، جنت های آنها را انتظار است که زیر آن نهرها جاری است، دریاها جاری است، آبش در داخل خودش است و شما میدانید منظره که هم بوستان باشد و هم زیر آن آب صاف جاری باشد. ذلک الفوز الکبیر. انا این میگوید پروردگار پیروزی بزرگ است. پیروزی تو مسلمان زمانی هست که تو داخل جنت باشی، جنتی که تجری من تحت الانهار. پیروزی با بایگری نیست، پیروزی با خانه و ماشین های خوشرو نیست، پیروزی با سر و لباس قیمت نیست، پیروزی از اصحاب جنت بودن است. یعنی زمان یک انسان غالب حقیقی است که او از اهل جنت باشد. پروردگار میگوید ذلک الفوز الکبیر. در دوامش الله میگوید این بطش ربک لشدید. این بطش ربک لشدید، یعنی بدان که بطش یعنی عذاب پروردگار تو، قصاص پروردگار تو و جزای پروردگار تو بالای آنهایی که دشمنی دارند با پروردگار، دشمنی دارند با دین پروردگار شدید است. و الله در آیت دیگر میگوید و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه علیم شدید. پروردگار وقتی یک قرى یا یک دیار یا یک دهه وقتی خیلی از خود میگذرند و به گناه دست میزنند، پروردگار آن ظالمان را عذاب بالایشان نازل میکند که آن عذاب خیلی دردناک است و خیلی شدید است. و پروردگار میگوید این بطش ربک لشدید. از بطش پروردگار، از انتقام پروردگار، از عذاب پروردگار اصلا و اصلا مؤمنان ببخشید کافران اصلا از این در کنار نیستند. حتما که پروردگار با بطش خود، با آن قدرت و جبروت خود بالای آنها عذاب خود را نازل میکند. اینه هو یبدئ و یعید. عبدالله ابن عباس میگویند بدانید که آنهایی که دشمنی با مؤمنان دارند همان گونه که اصحاب اخدود یا گفتیم مسلمان ها را آنهایی که به آتش پرتافتند پروردگار سوزانید. پروردگار همین گونه تمام دشمنان مؤمنان را هم در همین دنیا عذاب می دهد و باز عذاب آنها را یعید برمیگرداند. یعنی هم در همین دنیا هم در آخرت برای آنها عذاب انتظار است. اینه هو یبدئ فی الدنیا و یعید فی الاخره. بعضی از علما میگن معنای یبدئ و یعید او بنده هایش را یا گفتیم او خلقش را ساخته است و بعد از مرگ باز از نو آنها را میسازاند، یعنی باز میسازد یا به خود برمیگرداند. و هو الغفور الودود. اما وقتی این اسلوب قرآن است، وقتی پروردگار از انتقام خود یا گفتیم از عذاب خود که خیلی سخت، خیلی به شدت از دشمنانش انتقام میگیرد سخن میکند، در دوامش به مؤمنان مواسا میکند یا گفتیم دلپوری میدهد به مسلمان ها و میگوید و هو الغفور الودود. ای مؤمنان، باز پروردگار شما غفور است، او گناه های شما را می پوشاند، می بخشد
گناه های شما که اگرچه به پوری زمین و آسمان باشد، وقتی شما خالصانه توبه کردید، آن همه گناه ها را پروردگار می پوشد و از آن گناه ها شما نه در نزد خلق الله و نه در نزد الله شرمنده نمی شوید. الله وقتی شما گناه کردید و توبه کردید، توبه نصوح کردید که به آن بر نمی گردم، الله گناه های شما را می بخشد. ودود هم هست، مهربان هم هست، یعنی دوستدار هم هست به بنده هایش. پروردگار بنده های خالص خود را دوست می دارد و با آن قدرتی که دارد، وقتی شما در حقیقت بنده خالص الله شدید، پروردگار اصلا اجازه نمی دهد که بنده هایش یا گفتیم اولیاهایش زیر ظلم و شکنجه ظالم و کافر باشند، مگر اینکه آن را هم یعنی برای عبرت یکی یا دو نفر باشند. وگرنه میبینید که پیامبران الله همشان همیشه پیروز بودند، اگرچه در زندگی خود و بعضی از امتحان ها دچار شده بودند. اینه هو الغفور الودود ذو العرش المجید، صاحب عرش مجید است. یعنی پروردگار از بزرگترین و زیباترین مخلوقات خود از عرش صحبت می کند که پروردگار صاحب همان عرش مجید است، عرشی که صاحب کرامت است یا گفتیم صاحب عزت است، صاحب علو است. فعال لما یرید، فعال لما یرید، پروردگار انجام دهنده هر چیزی که خواست، یعنی هر چیزی که الله میخواهد آن را انجام میدهد. پس نباید مؤمن از چیز ناامید باشد. وقتی که خیلی ناامید هستی، یقین بدان تو پروردگاری هستی داری که فعال لما یرید، او هر چیزی که خواست انجام میدهد. هر گناهی که شما کردید و طلب مغفرت کردید، الله میگوید و هو الغفور الودود، هر چیزی که خیلی برایش جان زدید ولیکن به دست نآوردید، یقین بدانید وقتی شما تکیه به پروردگار کردید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، الله میگوید فعال لما یرید، او هر چیزی که خواست آن را انجام میدهد. یعنی هیچ چیزی از قدرت الله بالا نیست، پروردگار همه خواسته هایش را انجام میدهد. در دوامش میگوید هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب والله من ورائهم محیط. ای پیامبر، ای محمد صلی الله علیه و سلم، اونه که خیلی اذیت میکشی از دست مشرکان مکه، در حقیقت برای تو آمده است خبری جنود لشکرهای بی پایان مانند فرعون و ثمود، که فرعون در مصر بود و ثمود در خود همون خیلی درس گذشته خوندیم، قوم صالح در خود نجد یا گفتیم در همین عربستان سعودی نزدیکی یمن بود. و پروردگار اگرچه فرعون با اون همه لشکرهایش و قوم ثمود با اون همه قوت و بزرگیشان بودن، با بلاهای خود، با آفتهای خود یک باره اینها را نیست و نابود کرد. و بل الذین کفروا فی تکذیب، کافران هم تکذیب میکنن الان دین تو را، خود تو را. والله من ورائهم محیط، پروردگار قادر است که همون عذابی که بالای فرعون نازل کرد و همون عذابی که بالای ثمود نازل کرد بالای این مشرکان مکه هم نازل کند. یعنی اینجا پروردگار به پیامبر صلی الله علیه و سلم و گفتیم ما دل برداری میکند یا گفتیم تسلا میدهد که ای محمد اصلا ناامید نباش. پیش از تو پیامبران بودن که دشمنان آنها بکرات بزرگتر از این مشرکان مکه بود، ولی پروردگارت آنها را نابود کرد. پروردگار قادر است که این مشرکان مکه را هم به یک بارگی نابود کند. و در دوامش الله میگوید والله من ورائهم محیط، یعنی پروردگار میتواند که از پس اینها بالای اینها عذاب نازل کند، همان گونه که به قوم فرعون و ثمود نازل کرده بود. و در دوامش بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، الله میگوید همون کتابی که الان در دست دارید این قرآن
کلام پروردگار است و آن مجید هست. معنای مجید صاحب شرف و صاحب عزت. حضرت علی ابن ابی طالب میگویند اگر شما دنیا میخواهید دست به قرآن بزنید، اگر شما آخرت میخواهید دست به قرآن زنید، چون هم دنیای شما هم آخرت شما، اصلاح شما در هر دو دنیا، صلاح شما در هر دو دنیا قرآن پروردگار است. آنهایی که خالصانه بدون ریا به خاطر آخرت، نه به خاطر دنیا و به خاطر پول دنیا، به کتاب الله دست میزنند، یقین بدانند که کلام پروردگار مجید است، عزت دارد، شرف دارد، اهلش هم اهل شرف هستند و اهل عزت هستند. اینجا پروردگار کتابش را برای ما مدح و ستایش میکند. فی لوح محفوظ، میگوید در لوح محفوظ، در کتابی که در نزد پروردگار است و هیچ کس به آن اطلاع ندارد یا گفتیم خبر ندارد. تقدیرها در آن نوشته شده است و قرآن هم در آنجا نوشته شده است و اصلا کسی قرآن را تغییر داده نمیتواند. و اینجا درباره کمی لوح محفوظ صحبت شد که در بعضی از آیات های دیگر هم آمده است. خواهران عزیز، انشاءالله خطا نکنم در درس عقیده هم باید باشد، باز درباره‌اش مفصل صحبت میکنیم. با همین الحمدلله رب العالمین 22 آیتی سوره بروج، خودش 22 آیت است. سوره بروج را به آخر میرسانیم و الله نصیب کرده باشد پنجشنبه دیگر دوام میدهیم از سوره انشقاق. الان بگذاریم به کمی از بخاری.